بیا گوش به حرف امام حسین بده، یا گوش به حرف امیرالمومنین بده. آی جوانایی که میگید من خدا میدونه چقدر مشکلات دارم، چقدر دست انداز دارم، چقدر خاک ریز جلومه، یک به یک باید اینا رو فتح کنم، من یه اسلحه نشونتون میدم. میخواین این خاک ریزا رو بدون هیچ زحمتی فتح کنید، یکی از چیزایی که خدا به شما قوت و قدرت میده اینی که شما رضایت پدر و مادرت رو به دست بیارید. با این دعای پدر و مادر اینقدر قشنگ زندگیتون اداره میشه که فکرش رو نمیکنید. ما خیلی به امامزاده ها احترام میگذاریم، بایدم بگذاریم. خیلی توی امامزاده ها میریم پول تو زری میندازیم، بایدم کمک کنیم. خیلی میریم به امامزاده ها میچسبیم، به زریشون التماس میکنیم، بایدم بکنیم. اما از امامزاده ها قوتمندتر و قدرتمندتر مادر و پدر. امتحان کنید، امتحان کنید. خرج مادرت کن ببین چجوری میشه. یه جا مادرتو خوشحال کن ببین چجوری میشه. یه سفر مشهدش ببر ببین چطور میشه. ببین چشمهایی که میگی تمام خوش شده ببین چجوری باز میشه. ببین چیکار میکنه این نفس مادری، دعای مادر. الله اکبر. از این روایت اصول کافی رو ببینی. آمد میشه پیغمبر خاتم گفت یا رسول الله من حاجت دارم، التماس دا شما خاتم الانبیایی، مجتبایی، مصطفایی، پیغمبر خلاص آخر زمانی، خاتم انبیایی، نگین انگشتر عالم هستی هستی، تنها گوهر بزرگ عالمی، دعا بکن. پیغمبر یه نگاه کرد فرمود که مادر و پدرت زندن؟ گفت نه و از دنیا رفتن. فرمود برو سر قبر مادر و پدرت دعا کن، اینا تو خاک تو قبر آمین میگن، آمین مادرت و پدرت زودتر از دعای من پیغمبر مستجاب. قوتو ببین، قدرتو ببین. امتحان کنید، امتحان کنید. اگه میخواین یختون بگیره، اگه میخواین محبوب دل مردم باشید، اگه میخواین زندگیتون به معضلات دوچار نشه، اگه میخواین دوچار چه کنم نشید، یکی از راههایی که قرآن و دین میگه اینه. این امانتی به نام والدین رو اداره کن. امانت دارید. پول نمیخواد پیرزنه. این مادر من و تو پول نمیخواد، میوه نمیخواد، گوشت نمیخواد، سفره نمیدونم کباب و مرغ نمیخواد. این چرا دندون نداره بخوره؟ پول میخواد چیکار؟ کجا میخواد بره این پیرزن؟ گاهی وقتا انسان نیاز به غذا ندارد، نیاز به پول ندارد، نیاز به این ور اون ور رفتن ندارد، نیاز دارد پسرش شاخ شمشادش بیاد کنارش بشینه، یه احوالی بپرسه، یه مقدار این پسر با مادر شوخی بکنه، یه مقدار این مادر رو بخندونه، یه مقداری با این بابای شوخی بکنه، یه مقداری خرد دل به درمه. این از 100 تا سفره مرغ و مسما و کباب برای پدر، اینا رو بدید برسید بهش. من و شما حاضریم ساعتها با رفیقامون بشینیم تا پاسی از شب بگیم و بخندیم، اما حاضر نیستیم یک رو کنار مادر بشینیم، حوصلمون سر میره. اما این مادر همون مادری بود که عقد نرفت، عروسی نرفت، مهمونی نرفت، شب نشینی نرفت. چه خبر از بچم مریضه، چه خبر از بچم کوچیکه، چه خبر از هوا سرده میترسم مریض بشه، چه خبر از بچم مدرسه رفته مشق داره، چه خبر بچم حالا امتحان داره. چقدر پرو دلش گذاشت و تو خونه نشست و تو گنده شدی و حالا هر چه وقت داری مال رفیق تو کارات. امانت مثل پدر و مادر، برسید به پدر و مادرات.